گفتید برای بیعت یه تأملی دارید. حضرت علی در خطبه سوم که معروف شده به خطبه شقشقیه در واقع داره راجع به جریان خلافت درد دل میکنه. امیرالمومنین علیه السلام میگه اون روزی که مردم اومدن سراغ من بعد از داستان عثمان، میگه چنان جمعیتی اومدن طرف من که نزدیک بود حسن و حسین علیهم السلام در واقع زیر دست و پا بیفتن. و اونجا تعبیرش اینه که حتی نزدیک بود ردای من پاره بشه. وقتی خلافت رو به دست گرفتم اونجا اون وقت بهانه‌گیری ها شروع شد، عهد شکنی ها شروع شد که چهره شاخصشون طلحه و زبیر بود که بعد در ادامش هست که فلما نهضت بالامر نکست طائفة مرقت اخرى و قست آخرون. یعنی میگه که یه عده پیمان شکستن، نکست ناکسین در واقع همون طلحه و زبیر هستن، مرقت اخرى اونا در واقع همون جریان مارقین هستن که خوارج باشن و قست آخرون اون جریان معاویه و مانند اون هستن. و در خطبه هشتم هست که راجع به زبیر امیرالمومنین علیه السلام اونجا اشاره میکنه که زبیر به هر حال زبیر چهره شناخته شده بوده، از صحابه پیامبر بوده، در جنگ‌های مختلف شرکت کرده، در داستان سقیفه از حضرت علی حمایت کرده و بعداً جزء پیشتازانی بوده که با حضرت بیعت کرده. اونجا حضرت اشاره میکنه به این که خلاصه زبیر داره اشاره میکنه که من بیعتم همینجور سوری بوده با خود حضرت علی. نه یعنی در واقع گویا آخه میدونید نقض عهد بین اعراب خیلی سنگین بوده. اگر کسی نقض عهد میکرد در واقع حیثیت و آبروش میرفت. خب این سوال پیش میاد یه شخصیتی مثل طلحه و زبیر، به خصوص حالا اینجا چون صحبت سر زبیر هست، خب چطور میشه که اینها بیان نقض عهد کنن؟ سر چی نقض عهد کردن؟ خب مشخصه دیگه. سر جنگ جمل حضرت نه اینها در واقع چون وقتی اومدن پیشگام در بیعت شدن با امیرالمومنین به امیدی فکر می‌کردن که حضرت به اینا پست و مقام خواهد داد. الان چرا چنین تصوری براشون ایجاد شده بود؟ چون اعضای شورای خلافت متوجه شدن. یعنی میگفتن ما هر کدومون کاندیدای بالقوه خلافتی. این از ثمرات بد شورا این بوده که چرا بقیه مثلا همچین فکری نمی‌کردن؟ آدمای بزرگ پس توقع داشتن اون کسی که مثلا ریاست جمهوری رو به عهده میگیره حالا ما یه فرمانداری هم داشته باشیم. اون داستان معروف هست که طلحه و زبیر اومدن پیش حضرت علی که بالاخره بگن خب کاری برام بکن. حضرت اومد چراغو خاموش کرد گفت مال بیت المال شما احتمالاً کار خصوصی دارید دیگه، حساب کار دستشون خبری نیست. بعد گفتن چرا در امور با ما مشورت نمی‌کنی؟ حضرت گفت که اگه خدا و رسول گفته باشن چه حاجت به مشورت، نگفته باشن چشم مشورت هم میکنه. درسته. بعد هرچی نشستن که یه تعارفی آستانداری ولایتی خبری نشد. بعدم شمع رو دیدن گفتن نه. لذا این نکته مهمی گفتن که اینا برای توجیه عهد شکنیشون میگن دلی نبوده، از روی دل و رضا بیعت نکرد. دستی دادیم. حالا سوالی که چرا پیش قدم شدی؟ خب وای بیستی آخر میبدی. و میدونی که طلحه دستش شل بود چون جانباز بود دیگه. در جنگ احد تیر داشت میومد سمت پیامبر دیگه، انقدر زمان نبود که مثلا به حضرت بخواد بگه که آقا تیر دستش گرفت، تیر رفت وسط دستش و تا آخر اون دست راست شل شد. بعد با همون دست با حضرت بیعت کرد. اینو به فال برد گرفتن، گفتن این بیعتی که با دست شل شروع شه این به سرانجام نخواهد. عربم تو این چیزا استعداد داشت. یعنی اینا خیلی چیزای عجیبیه. یعنی شما ببینید دنیا طلبیه دیگه. یعنی از اونجا به اینجا میدونید چی داره؟ من کجا اصلا به خودم مراجعه میکنم. من همه این داستانا رو میشنوم. میخوام بگم که من هیچ وقت نمیتونم حساب بکنم روی سابقه یک نفر بگم چون قبلا اینطوری بوده حتما الان موضعش موضع درستیه. اون سابقه احتمال درستی میسازه ها، ولی هیچ اعتماد و قاطعیت حالا این آدم یه خورده میترسه. لاک زمان حال بودن همین